چه میشه گفت؟ جناب دکتر صمدانی فرمودید رهبر بهائیان، یکی دوتا هم نفرمودید، چند دقیقه فرمایشتان تنها ایراد از بهائیان گرفتید. جناب دکتر صمدانی فرمودید رهبر بهائیان از دولت انگلیس دریافت مقام سر را نموده. جناب دکتر اگر در همون عکسی که شما مدرک قرار دادید با دقت ملاحظه و مشاهده فرمایید، خواهید دریافت که هیچ کس به جز حضرت عبدالبها جسارت نشستن حتی روی صندلی نکرده. تنها کسی که روی صندلی نشسته حضرت عبدالبها هستند. و از این گذشته حضرت عبدالبها اون نشان را قبول نفرمودن، عنایت کردن به شخص دیگه. و از این گذشته حضرت عبدالبها اون نشان را قبول نفرمودن، عنایت کردن به شخص دیگه. باید برای اطلاعات کم شما بنده بیفزایم که این نشانی هست که دولت انگلیس به افرادی که خدمت به عالم بشریت میکنن میده و هنوز هم میده، هنوز ادامه داره. به این مخصوص حضرت عبدالبها نبود. حضرت عبدالبها شخصی بود که زندگی وقت خودش را صرف کرد برای خدمت به عالم بشر. Oh my God! همینطور که عرض کردم تنها کلید صلح و آشتی می باشد. و باید اضافه نمایم زمانی که سرخوصولگری ایران به ملاقات نویسنده عالی قدر روسی تولستوی رفت، از ایشان سوال نمود چطور بشر میتواند به صلح برسد. جناب تولستوی قدری ناراحت شد و با تندی به این شخص جواب داد. به وی گفت شما ایرانی ها کلید صلح یعنی حضرت بهاءالله را در دست داشتید و تبعید نمودید، حال این سوال را از من میکنید؟ این چه سوالی است آقا؟ باید اضافه کنم جناب سروی تولستوی اعلام نمود که یک شخص این دیانت بهایی را قبول کرده و یک بهایی است و در اکثر اجتماعاتی که صحبت میکرد گفت که دیانت بهایی تنها وسیله است که انسان میتونه به صلح برسه و تمام مشکلات را حل و فصل نماید. Oh my God! Oh my God!